خب چه ماراتونی برگزار کنیم؟ پس این زنا کوشن؟ نترس بابا، ما مثل اسب برات بدیم هیزان زد میکنه. پس برابری جنسیتی چه میشه؟ چقدر شما ضد زنی؟ والا تو نگاه ابزار داری به اونا. چرا حرف تو دهن من میذاری؟ من میخوام خانوما به جایگاه واقعی خودشون برسن. چی میگه؟ آی کبیر، حالا نمیشه با همین مردا کارو جلو ببریم؟ مگه کارخونه پشمک سازی میخوایم راه بندازیم؟ زنگ بزن چند تا خانم همون خوباش بیارن. چه فرق میکنه بابا، یا زنه دیگه. راست میگه، اگه برابری جنسیتیه برای خود زنا هم باید رعایت بشه دیگه بابا. داداشای قلم عزیزانم، بله درسته زنا هم با هم برابرن، ولی خدا یه سریاشون برابرتر نیستن. چی میگه؟ همون زرو نسل معروف که هر گلی یه بوی داره دیگه. نه هیچ ولش کن. قربان میگم به خانم بچهای خودتونم اطلاع بدم. اشک مگه خودت خواهر مادر نداری؟ چی میگه؟ زنگ بزن یه چهره بیاد اینجا رو بهتر کنه. میخوای زنگ میزنم گوگوش بیاد؟ چطور مگه؟ آخه گفته تا جمهوری اسلامی باشه دیگه نمیخونه، بیاد میتره کنه. اسکلون پیرزن اصلا دیگه صداش در میاد که بتونه بخونه. نه آقا اینا رو بی خیال یه کاری بکنید، اینطوری اسپانسرها پدرمون رو در میارن. چیا قربان؟ همین برادران خدم جهانگیری اسپانسرن دیگه. اگه اینجا صدا نکنه یهو دیدیم منو کشیدم تو دماغشون. چی میگه؟ آها فهمیدم، اونا میخوان زنا رو بیارید اینجا تا برند خودشون بیاد بالا. نه حالا اینطوری هم نیست بابا. پس چطوریه؟ اونا دنبال سربلندی این بانوان هستن. حالا ممکنه کنارش یه سوء استفاده ابزاری ریزی هم بکنن. چی میگه؟